سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که همیشه شاد و موفق و پیروز و سلامت و پرسود باشید. رسیدیم به جلسه چهارم آموزش‌های فوق تخصصی بازارهای مالی و امیدوارم که 3 جلسه قبلی برای شما مفید بوده باشه و مفاهیم آموزشی 3 جلسه قبلی رو به خوبی درک کرده باشید. دوستان عزیزم، این جلسه رو به عنوان شناخت ساختار پیوت ها نامگذاری کردیم و جلسه قبل و این جلسه و فکر میکنم تا 2 جلسه آینده در مورد پیوت ها با هم صحبت میکنیم. پیوت ها مسئله بسیار مهمی هستن و بسیار کارآمد هستن. در جلسات بعدی به این نکته و به حرف من میرسید که پیوت ها نقش بسیار مهمی رو در تحلیل ها و معاملات ما ایفا میکنن. در جلسه قبلی با اینکه چطوری کندل ها رو شناسایی کنیم و با یک سری الگوهای کندلی آشنا شدیم که برای ما تشکیل پیوت ها رو میدن و پیوت ها. حالا یه چند نکته رو از جلسه قبلی خدمت شما عرض بکنم که دوستان عزیزم ببینید پینبارها و اون الگوهای کندلی که برای ما مهم هستن و در جلسه قبلی توضیح دادیم. ببینید دوستان عزیزم، ببینید فقط پینبارهایی که در جهت حرکت ما هستن برای ما ارزش دارن. یعنی فقط این، یعنی در حرکت صعودی این پینبار شادو در جهت حرکت ما باشه. یعنی الان شادو باید صعودی باشه. اگر شادو ما به این صورت باشه که تقریبا در الگوهای کلاسیک، در آموزش‌های کلاسیک رایگانمون به نام هنگینگ من میشناسیم یا مرد دارزده این مدل رو میشناسیم، یا در روند نزولیش به عنوان چکش برعکس میشناسیم. ما اینا رو در مسائل تخصصیمون اصلا به کار نمیبریم. الگوهای خوبی هستن ولی در مسائل کلاسیک، در مسائل ابتدایی، در مسائل تخصصی ما از این الگوها استفاده نمی کنیم. این اولین نکته که خدمتتون میخواستم عرض بکنم. یعنی فقط این پینبار برای ما ارزش داره و در روند نزولی هم فقط این پینبار برای ما ارزش داره که شادو به سمت پایین باشه. این اولین نکته که خدمت شما میخواستم عرض بکنم. پینبارها رو حتما بهش دقت بکنید که فقط این الگو برای ما ارزش داره. خب این یکی از نکات بسیار مهم بود که خدمتتون میخواستم عرض بکنم و در جلسه قبلی در نهایت رسیدیم به شناخت پیوت ها. دوستان عزیز، من یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم. برای ساختار یک پیوت این نکته رو حتما توی ذهنتون داشته باشید و نوت برداری کنید. برای یک ساختار یک پیوت ما حتما نیاز نداریم که یک الگویی مثل پینبار یا انگولفینگ یا هارامی رو مشاهده بکنیم. اینا یک سری الگوهای مهم کندلی بودن که خدمت شما عرض کردیم. ما برای یک ساختار پیوت همونطوری که تو جلسه قبلی گفتیم پیوت به نقطه برگشت میگن. خب حالا ما میخوایم بررسی بکنیم که این ساختار پیوت ها رو با هم بشناسیم. یعنی فقط این نیستش که شما حتما باید در این نقطه برگشتی در این مکان یک الگوی کندلی ببینید. نه، حالا جلوتر باهاش آشنا میشیم که خدمت شما عرض بکنم. برای یک ساختار یک پیوت ما فقط نیاز داریم وقتی یک حرکت صعودی داریم یک کندل به اندازه یک مستر کندل به اندازه ATR همون تایم فریم که داخلش پیوت رو تشخیص دادیم که حالا در همین جلسه آشنا میشیم که چطور پیوت ها رو تشخیص بدیم، برای چه تایم فریمی هستن و ساختار پیوت ها رو در این جلسه با هم بهش میپردازیم. فقط قبل از این دوست داشتم یک سری نکات رو خدمتتون عرض بکنم که بدونید. ببینید یک کندل به اندازه ATR همون تایم فریم ما برگشت داشته باشیم، یعنی حتی اگر اینجا الگوی کندلی هم نداشته باشیم، نه پینباری باشه، نه انگولفینگی باشه، نه هارامی باشه، فقط یک کندل، یک مستر کندل به اندازه یک ATR همون تایم فریم برگشت داشته باشیم، اون برای ما یک پیوت محسوب میشه. که حالا بذارید این بحث رو بریم جلوتر با هم بازش میکنیم. ما پس آموزش دیدیم که در جلسه قبلی نقاط برگشت برای ما پیوت هستن.
خب حالا دوستان عزیزم میخوام خدمت شما عرض بکنم ما در بازار چند تا ساختار حرکتی داریم. یک حرکت صعودی و که به صورت هش ایجاد میشه و برای ما قله ایجاد میکنه و یک حرکت نزولی. بعد یه دره داریم، یک حرکت نزولی که یه هفت برای ما ایجاد میکنه، یه حرکت صعودی. ولی آیا فقط این حرکت های بازاره؟ نه، ما یه حرکت هم داخل بازار داریم که خب به راحتی میتونید مشاهده کنید. همینجا دقیقا میتونید مشاهده کنید، همین الگویی که الان میخوام بهتون معرفی کنم. یک حرکت هم داریم صعودی و بازار سایت میشه و یک حرکت نزولی، دوباره یک حرکت نزولی، بازار سایت، یک حرکت صعودی. خب همین رو دقیقاً در همین جای بازار میتونید مشاهده کنید. ببین دوستان این الان یک هشته، یک قله است برای ما. اینجا میبینید که یک هفته، بذارید من این تیکو بردارم بازار بر نگرده. اینجا یک هفته، یک دره است برای ما، این پیوت، این پیوت. ولی اینجا میبینید که یک سایت داریم و برگشت، درسته؟ ببینیم بازم سایت داریم، اینجا سایت داریم که برخلافش بوده، حالا بهتون الان توضیح میدم. خب دوستان عزیزم اینها پیوت دیگه نیستن. حالا من اسمشو الان بهتون میگم ولی خب در موردش توضیحی نمیدیم چون خود همین هم یک بحث بسیار تخصصی هستش که در جلسات بعدی باهاش آشنا میشیم. یه توضیح مختصری هم در همین جلسه خدمت شما عرض میکنم. به اینها میگیم بیس پیوت ها. اینا بیس هستن، ببینید اینا پیوت هستن موقع به نقاط برگشتی که یک قله و یک دره برای ما تشکیل بدن بهشون میگیم پیوت. ولی به نقاط برگشتی که یک سایدی میونه خودشون دارن، یعنی بین رفت آمدشون، بین صعود و نزولشون یک سایدی رو دارن، به این نقاط دیگه پیوت نمیگه، به اینا میگیم بیس. که این بیس پیوت ها برای ما بسیار مهم هستن و در آینده بسیار تخصصی بهش میپردازیم. این بیس پیوت ها حتما دیگه برگشت ندارن، یعنی یک حرکت صعودی دارید، یک بیس دارید، امکان داره بازار نزول داشته باشه و امکان داره باز هم صعود داشته باشه. در برعکسش هم همینطور، وقتی نزول داریم یک بیسی رو داریم حتما صعود نمیکنه و امکان داره دوباره به نزول خودش ادامه بده. این از خصوصیات بیس ها هستش. ببینید خب پیوت ها نقاط برگشت ما هستن ولی بیس ها فقط نقاط برگشت ما نیستن. بیس ها هم میتونن برگشتی برای ما باشن، یعنی بیس پیوت برای ما باشن، هم میتونن ادامه دهنده برای ما باشن. حالا اینجا یه اشاره بهش کردیم و باز کمی هم بیس ها رو در ادامه آموزش هامون بازتر میکنیم. خب دوستان تا اینجا پس با ساختار رفتار بازار آشنا شدیم. یعنی پیوت ها الان نگاه کنید، اینجا یه پیوت، اینجا میبینید یه بیس پیوت داریم، صعود، بیس، ریزش، و اینجا هم میبینید نزول، بیس، دوباره نزول. یعنی این حرکت نزول، بیس، نزول ادامه دهنده شده. این حرکت ساختار بازاره که از این حالت ها خارج نیست. بازار تماما به این صورت حرکت میکنه. حالا بحث اون دیگه داره قشنگ میشه و وارد مباحث درک بازار میشیم و تحلیلگری و معامله‌گری بازار میشیم. هر جلسه به تحلیلگری و معامله‌گری تخصصی نزدیکتر میشیم که از جلسه فکر میکنم 10 معامله‌گریمون آغاز میشه. خب دوستان عزیزم پس این شد رفتار و ساختار بازار. خب این پیوت ها، خب تا اینجا آشنا شدیم که پیوت ها چی هستن، به چی پیوت میگیم و رفتارشون به چه صورت هستش. خب آیا فقط همینه شرطش؟ نه. خب حالا دیگه رسیدیم به جلسه اصلی، به مبحث اصلی آموزشی این جلسه. ببینید دوستان عزیزم، برای تشکیل یک پیوت، یعنی برای تشکیل اینکه ما یک قله و دره داشته باشیم، یعنی یک سری شرط ها هم باید لحاظ بشه روی بازار برای این پیوت.
اون هم حرکت، یکی از اونها حرکت قبلی اون پیوت هستش. دوستان عزیزم حتما اینجا رو نکته برداری کنید و به یاد داشته باشید، اینا نکات بسیار مهم و تخصصی هستن. خواهش میکنم از این نکات به سادگی عبور نکنید. ببینید برای اینکه یک پیوت تشکیل بشه ما یک ساختار قبلی از بازار باید داشته باشیم. خب در کندل هایی که با هم صحبت کردیم چی بودش؟ مستر کندل ها، اسپینینگ ها، شناسایی کندل ها در جلسه قبلی، اسپینینگ ها، کندل های استاندارد، لانگ بار ها و اسپایک ها. خب حالا هر کدوم از اینها یک سری پیوت برای ما تشکیل میدن. خب ما میخوایم بریم شناسایی بکنیم برای پیوت ها. دوستان عزیزم در پیوت های استاندارد ما که از همون کندل های استاندارد ما تشکیل میشه، خدمت شما میخوام عرض بکنم که حداقل برای تشکیل یک سقف و کف که گفتم دیگه از این به بعد به نام پیوت از اونها نام میبریم و سقف و کف ازشون نام نمیبریم. برای تشکیل یک پیوت حداقل باید حرکت قبلش 3 کندل رو در یک راستا داشته باشه. یعنی از 3 کندل، مثلا در این حرکت صعودی باید از 3 کندل صعودی تشکیل شده باشه. و شرط مهمش اینه، یعنی در اصل اولا بذارید بیسش رو بهتون بگم و بعد مستر کندل یعنی کندل های استاندارد و اسپاک و لانگ بارها رو توضیح بدم. برای تشکیل یک پیوت حرکت قبلش باید 2.5 تا 3 برابر ATR همون تایم فریمش باشه. این شرط تشکیل پیوته. یعنی اینو خیلی این نکته رو حتما الان تو ذهنتون داشته باشید و نوت برداری کنید، چون در همین جلسه هم در که میخوام بهتون توضیح بدم یک سقف و کف رو از کجا بفهمیم برای چه تایم فریمی هستش، از همین بحث گرفته شده. ببینید 2.5 تا 3 برابر ATR لازمه یک حرکت ما داشته باشیم تا بتونه یک تشکیل پیوت بده. یعنی در تایم 1 ساعته 20 پپه، درسته؟ 19 پپه، 20 پپه. در تایم 1 ساعته که 20 پپ داریم، یعنی حداقل ما باید یه حرکت صعودی به میزان 60 پپ یا 2.5 برابرش هم تقریبا میشه 50 پپ، 50 تا 60 پپ ما باید صعود داشته باشیم تا بتونیم توقع یک تشکیل پیوت داشته باشیم. یعنی اینکه اگر اینجا مثلا دارم به شما میگم مثل این ناحیه فکر نمی کنم، البته چرا این ناحیه هم 50 پپه. در مثال اگر دیدید زیر 50 پپ یه حرکت صعودی داشتید، مثلا بعدش برگشت در تایم حالا 1 ساعته دارم میگم، بعدش برگشت، بذارید اینو ببینیم 90 پپ، این 40 پپ، مثلا اینو دارم میگم. این حرکتی که الان 40 پپه نمیتونه برای ما یک حرکت صعودی باشه که بخواد تشکیل پیوت برای ما بده. پس باید یک حرکت صعودی یا یک حرکت نزولی در تایم فریم خودش 2.5 تا 3 برابر تایم فریمش باشه. زمانی که شما یک حرکت با 2.5 و 3 برابر ATR همون تایم فریم دیدید، باید منتظر تشکیل یک پیوت باشید و علائم پیوت رو که مشاهده کردید میتونید دیگه روش به صورت تخصصی تمرکز کنید و تحلیل کنید و وارد معامله بشید. خب دوستان عزیزم، خدمت شما عرض کردم که این باید، پس این نکته رو حتما یادداشت کنید، که 2.5 تا 3 برابرش باید حرکت داشته باشه. خب حالا برای رسیدیم به دسته‌بندی کندل ها، برای یک پیوت استاندارد حداقل باید 3 کندل در یک راستا داشته باشیم، یعنی 3 کندل صعودی داشته باشیم. مثال دارم میگم، شما فرض کنید الان ما این حرکت صعودی رو داریم، به عنوان مثال دارم میگم، به عنوان 60 پپ داریم. حتما باید این 60 پپ از 3 کندل استاندارد تشکیل شده باشه. این میشه پیوت
استاندارد ما حداقل از 3 کندل. حالا اگر بیشترم تشکیل شده بود مشکلی نداره، حداقلش باید از 3 کندل استاندارد تشکیل شده باشه برای اینکه یک پیوت استاندارد داشته باشیم. و برای لانگ بارها چی بودن؟ از 120% به بالا ATR می شدن جزو لانگ بارها. برای لانگ بارها باید حداقل از 2 کندل تشکیل شده باشه. برای لانگ بارها نیاز به تشکیل 2 کندل هستش که الان براتون بازش میکنم. برای اسپاک ها که از 2.5 برابر ATR بود، یعنی از 250% به بالا بود، نیاز به 1 کندل داره برای تشکیل پیوت. خب حالا میخوام خدمت شما توضیح بدم که حالا روی نمودار هم توضیح میدیم، حالا کمی هم با صورت شماتیک دارم براتون میکشم که درکش بهتر باشه تا روی نمودار بریم ببینیم. دوستان عزیزم، ما گفتیم از بیس اساسی یک حرکت قبل پیوت چیه؟ 2.5 تا 3 برابر ATR. 2.5 تا 3 برابر ATR. ما 2.5 تا 3 برابر باید حرکت داشته باشیم تا توقع تشکیل یک پیوت رو داشته باشیم. خب در پیوت استاندارد چون که هر کندل 80% تا 120% ATR مون هست، پس نیازی دارم براتون باز میکنم، شفاف سازی میکنم که دلایلش رو بفهمید. پس حتما نیاز داریم که 3 کندل رو داشته باشیم. 3 کندل رو که داشته باشیم 2.5 تا 3 برابر حرکت ATR مون رو داریم. خب این چیز مشخصیه، چون هر کندل استاندارد قانونش 80 تا 120% ATR. پس میانگین اگر 100% بگیریم، حالا یک کندل امکان داره 80% باشه، یک کندل هم امکان داره 120% باشه. حتی اگر 3 تا کندل هم 80% باشه، 3 80 24 تا، یعنی میشه 2.5 برابر حرکت ATR. پس اگر ما 3 کندل استاندارد در یک راستا داشته باشیم، پس 3 حرکت 2.5 تا 3 برابر ATR ما ایجاد شده. در لانگ بارها، برای اینکه لانگ بارها 120 تا 250% ATR ها هستن، 120 تا 250% هستن، پس یک لانگ بار خودش میتونه 2 کندل استاندارد رو پوشش بده. مثلا میتونه یک لانگ بار 150 پپی 150 تا ATR، یعنی 1.5 برابر ATR حرکت وقتی بکنه، انگار 2 تا کندل استاندارد رو پوشش داده. پس به خاطر همین حداقل نیاز به 2 کندل داره. پس با 2 کندل هم میتونه همون 2.5 تا 3 برابر ATR خودش رو پوشش بده. اسپایک ها هم چون که از 2.5 برابر به بالا هستن، یعنی از همون یعنی یک کندل اسپایک وقتی ما میبینیم، پس یعنی قطعا 2.5 برابر به بالا ATR رو داریم میبینیم که خودش به تنهایی یک حرکت پیوتی رو برای ما حرکت کرده. خب حالا این حرکت ها رو داریم که ساختار قبلیش هستش، درسته؟ این ساختار قبلی پیوت ها. پس این نکته رو حتما یادداشت کنید که من دارم چقدر روش تاکید میکنم. باید 2.5 تا 3 برابر حرکت ATR داشته باشیم تا بتونیم یک پیوت رو تشخیص بدیم و روی اون پیوت تحلیل کنیم و معامله کنیم. و بهتون توضیح دادم که پیوت های استاندارد و لانگ بار و اسپایک چرا از حداقل 3، حداقل 2 و حداقل 1 کندل میتونن تشکیل بشن. خب حالا میرسیم برای اینکه چجور این پیوت ها رو تشخیص بدیم. یعنی حرکت قبلی رو داریم، الان حرکت قبلی رو داریم و به اندازه 2.5 تا 3 برابر ATR حرکت کرده. حالا میخوایم چطوری باید اینا رو تشخیص بدیم. دوستان عزیزم، برای تشخیص این مبحث همونطوری که در اول ویدیو اشاره کردم، ببینید دوستان عزیز، راستی اینو خدمت شما عرض بکنم، مستر کندل با کندل های استاندارد ما متفاوت هستش. ببینید در جلسه قبلی خدمت شما عرض کردم که یک سری کندل ها خنثی هستن و بلا تکلیف هستن، که گفتیم کندل های اسپینینگ خودشون کندل های خنثی هستن، ولی کندل های استانداردمون و لانگ بارمون و اسپایکمون هم میتونن کندل های خنثی باشن. حالا چطوری اینا میتونن کندل خنثی باشن؟ حتما این نکته رو دقت بکنید. چطوری اینا کندل خنثی میشن؟ دوستان عزیزم، بر یک کندل استاندارد
چه قانونی داشت؟ قانونش این بود که یک کندل استاندارد قانونش این بود باید یک حرکت ایتیاری رو داشت. پس یک حرکت ایتیاری وقتی داشته باشه میشه کندل استاندارد و یک حرکت 120% به بالای ایتیاری داشته باشه میشه یک کندل لانگ بار. اگر یک حرکت 250% به بالا داشته باشه میشه اسپایک و یک کندل زیر 80% ایتیار داشته باشه میشه اسپینینگ. این بود تعریف دسته‌بندی کندل ها. ولی حالا اینکه چطور تشخیص بدیم این کندل های مستر هستن و یک کندل خوب هستش برای ما و یا اینکه چجوری تشخیص بدیم این کندل بلا تکلیف هستش و زیاد ارزشی نداره. دوستان عزیزم، یک کندل مستر، پس از این به بعد اگر میگیم مستر کندل، این توضیحی که الان دارم خدمتتون میدم حتما یادداشت کنید تا تو ذهنتون داشته باشین. کندل استاندارد با کندل مستر متفاوته. حالا الان تو همین توضیحاتی هم که دادم خدمتتون عرض میکنم براتون بازتر بشه. یک کندل مستر باید 80% از اون طول کندل باید بدنه باشه، یا یک کندل مستر باید 80% شادو باشه. و همین راحتی یک کندل مستر تمام طول کندل رو اندازه گیری میکنید، یا باید 80%ش بدنه باشه یا باید 80% شادو باشه. 80% شادو باشه برای ما مستر کندل، 80%ش هم بدنه باشه برای ما مستر کندله. ولی زمانی که مثلا میخوام بگم 50%ش بدن است 50% شادوه، این یک کندل بلا تکلیف هستش و یک کندل خنثی هستش. زمانی که شما 50% بدنتون شادوه، 50% بدنتون 50% کندلتون شادوه، 50% کندلتون بدنه هستش، این یک کندل خنثی هستش. پس حتما این نکته رو تو ذهنتون داشته باشین. اگر ما بخوایم از کندل های به این صورت، یعنی کندل های خوبمون نام ببریم، به نام مستر کندل نام میبریم، و کندل های خنثی هم که خدمتتون عرض کردم چه کندل هایی هستن. و وقتی میگیم کندل استاندارد یعنی نیازی نیست مستر کندل باشه. الان این توضیح این خدمتتون تو ذهنتون داشته باشید تا براتون یکم برگردم عقب توضیح بدم. ببینید من اینجا نام براتون بردم 3 کندل استاندارد، 2 کندل استاندارد یا 1 کندل استاندارد، 1 کندل اسپایک، 1 کندل اسپایک، حالا مستر هم نبود، 1 کندل لانگ بار، 3 کندل استاندارد. اینجا مستر کندل برای ما مهم نیستش، باید یه حرکت ما 2.5 تا 3 برابر ATR داشته باشیم. یعنی ما باید یه حرکت 2.5 تا 3 برابر ATR رو داشته باشیم. حالا میخواد یا اگر در پیوت های استاندارد اون با 3 کندل استاندارد، یعنی 3 کندلی که هر کندل به اندازه 1 ATR خودش حرکت کرده باشه، مستر رو نام نمیبریم. در لانگ بار هم 1 کندل لانگ بار که به اندازه 1 لانگ بار حرکت کرده باشه. در اسپایک هم 1 کندل اسپایک که به اندازه 250% ATRش حرکت کرده باشه. که دوستان عزیزم اکثرا در کندل اسپایک شما مستر ندارید. ببینید خیلی کم، یعنی منظور مستر ندارید در کندل اسپایک اکثرا مستر هستن. یعنی دیگه نیازی نیست بگید مستر اسپایک یا مستر کندل اسپایک. خود اسپایک ها اکثرا کندل های مستر هستن و خیلی کم پیش میاد که 50% بدنه و 50% شادو داشته باشن. اکثرا یا فول بادی هستن، یعنی یا 80 تا 90%شون بدنه هستش، یا فول شادو هستن، اکثر بدنشون شادو هستش. بیشتر این به خاطر همین ما دیگه در اسپایک ها از این اصطلاح مستر به کار نمیبریم و در لانگ شادو ها تقریبا از این اصطلاح به کار نمیبریم. بیشترین کندل هایی که به صورت خنثی دیده میشه توی کندل های استاندارد هستش که به صورت مستر دیده میشه و به صورت استاندارد هم دیده میشه و درجه بعدیش روی لانگ بارها دیده میشه که خب خیلی کمتر از کندل های استاندارد هستش و در درجه آخر روی اسپایک ها دیده میشه که خب اسپایک ها دارم همونجوری که خدمتتون عرض کردم خیلی کم روی اسپایک ها میتونید کندل های خنثی رو ببینید. خب پس دوستان عزیزم
ما در حرکت قبل پیوت نیاز به مستر نداریم. 3 کندل استاندارد یا 2 کندل که یکیش لانگ بار باشه یا 1 کندل اسپایک. فقط نیاز داریم 2.5 تا 3 برابر ایتیار حرکت بکنه. حالا برای تشکیل پیوت ها ما نیاز به مستر کندل داریم. یعنی شما زمانی که یه حرکت 2.5 تا 3 برابر ایتیاری رو دیدید، برای تشکیل پیوت حتما باید یه حرکت نزولی، مثلا در حرکت صعودی یه حرکت نزولی با 80% بدنه یا یک حرکت نزولی با 80% شادو مشاهده کنید. باید یک مستر کندل داشته باشید. دوستان عزیز دقت کنید، وقتی شما اولین ببینید مثلا الان روی نمودارم بهتون نشون میدم، شما یک حرکت صعودی داشتید به اندازه 2.5 تا 3 برابر ایتیارتون، حالا یا بیشتر. زمانی که کندل بر یک مستر کندل برخلاف اون جهت میبینید، یعنی در حرکت صعودی یک مستر کندل نزولی رو مشاهده میکنید، یعنی پیوت شما تشکیل شده. برای تایید پیوت این نکته رو حتما بهش دقت کنید. کندل بعدی باید زیر همین مستر کندل بسته بشه. ببینید این پیوت باید با مستر کندل بسته بشه. زمانی که با مستر کندل بسته شد، شما باید کندل بعدیتون هم زیر مستر کندلی که براتون تشکیل پیوت داده باید زیر اون بسته بشه. وقتی زیر اون کلوز کرد، حالا من دارم در حرکت صعودی میگم، در حرکت نزولی برعکسش میشه. یعنی شما مثلا یک حرکت نزولی دارید، یک مستر کندل صعودی میبینید و باید کندل بعدی بالای این مستر کندلتون بسته بشه و کلوز بشه که یک پیوت تایید شده داشته باشید. پس دوستان عزیزم، تفاوت مستر کندل ها رو با کندل های خونسارم خدمتتون عرض کردم. و دوستان عزیزم یک نکته بسیار مهمم میگم، این ویدیو واقعا پر از نکته هستش و حتما نوت برداری کنید و یادداشت برداری بکنید و حتما تمرین بکنید. دوستان عزیز، الگوهای شمی که خدمتتون عرض کردم مثل پین بارها در حرکت های لانگ بارها و اسپایک ها، بچه لانگ بارهایی که نزدیک به اسپایک ها هستن، یا بذارید اصلا بیشتر بگم روی اسپایک ها. من منظور که اگر دارم میگم لانگ بار و اسپایک، میخوام بگم اگر 2 برابر ایتیار هم بود مثلا لانگ بار محسوب میشه دیگه. منظورم با اون لانگ بارها هستش، نه اینکه مثلا 130% ایتیار بود، نه، با لانگ بارهای شدید و شارپ که مثلا تقریبا 2 برابر ایتیار هستن و اسپایک. و در اسپایک ها این الگوها هیچ کارایی ندارن. یعنی اگر شما انتهای یک لانگ بار یا یک اسپایک یک پین بار رو مشاهده بکنید، این پین بار هیچ کارایی نداره و بسیار خطرناک هستش. دوستان از زمین نکته رو حتما بهش دقت بکنید. پین بارها و الگوهای شمی در انتهای لانگ بارها و اسپایک ها برای ما کارایی ندارم. در جلسه قبلی خدمتتون عرض کردم، حالا باز بهش اشاره میکنم که در جلسات معامله گریمون بهش میرسیم. سطح 50% لانگ بارها، سطح 50% لانگ شادوها و پین بارها. لانگ شادوها خب همون پین بارها تقریبا هستن، کندل هایی که شادوهای بسیار بلندی دارن میگن لانگ شادوها. و پین بارها گفتیم سطح 50%ش سطح بسیار مهمی هست برای معامله گری. و بذارید خدمت شما عرض بکنم در همین جلسه شاید یکم زودتر دارم خدمتتون عرض میکنم، در جلسه خودش که میخوایم باهاش معامله کنیم میرسیم، ولی خب حالا از قبلم توی ذهنتون داشته باشید خوبه. سطح 50% لانگ شادوها و پین بارها برای معامله برای ما بسیار مهم هستن و یک بار مصرف هستن.
ببینید اگر شما یک پین بار رو دیدید قیمت رفت، زمانی که برای بار اول برگشت به این سطح، اینجا معاملمون رو انجام میدیم دیگه. اگر اینجا معامله انجام ندادیم یا حتی اگر هم انجام دادیم و سودش رو کسب کردیم، دیگه هیچ حقی نداریم. حتی اگر بار دوم هم بهش واکنش نشون بده، شما حق معامله گری ندارید. ببینید حالا در جلسات بعدی میرسیم که یک سری قانون و قواعدها هم برای معامله گری ما در این دوره هوش بورسی داریم که شما موظف به رعایت اونها هستید برای اینکه موفق بشید توی این بازار. شما اگر حتی 10 بارم به این نقطه واکنش نشون بده، دیگه حق وارد شدن به این معامله رو ندارید. فقط بار اول برای ما بسیار مهم هستش و بسیار هم سودده هستش و بار اول فقط وارد میشیم. خب پس اگر این پین بار رو شما بعد از یک اسپایک دیدید یا یک لانگ بار دیدید، دیگه سطح 50% رو معامله نمی کنید و برای ما ارزش ترید ندارن، ارزش معامله ندارن و از بین رفته اون پین بار، برای ما کارایی دیگه نداره. فقط این پین بارها در روندهای استاندارد، در پیوت های استاندارد برای ما بسیار کارآمد و مهم هستن که البته در اسپایک ها و لانگ بار ها هم کم پیش میاد، ولی اگر هم پیش اومد شما نباید بهش توجهی بکنید. خب دوستان عزیزم، گفتیم پیوت، از مسئله خودمون دور نشیم، گفتیم پیوت برای یک پیوت استاندارد باید بعد از یک حرکت استاندارد 3 کندل در یک راستا و 2.5 تا 3 برابر ایتیار حرکت، یک کندل مستر برخلاف جهت روند داشته باشیم. یعنی در حرکت صعودی یک مستر کندل نزولی داشته باشیم، در حرکت نزولی یک مستر کندل صعودی داشته باشیم و پیوت ما تشکیل میشه. و زمانی که کندل بعدی پیوت مستر کندل ما رو زیر مستر کندل ما در حرکت های صعودی که میخواد تغییر به جهت نزولی بده، زیر مستر کندل اون بسته بشه، پیوت ما تایید شده و ما کاملا یک پیوت تایید شده داریم. خب حالا در لانگ بارها و اسپایک ها، دوستان عزیز، در لانگ بارها و اسپایک ها باید چه کار بکنیم؟ در لانگ بارها و اسپایک ها، بذارید من این صفحه رو خلوت کنم. در لانگ بارها و این لانگ بار ما که کوچیک‌تره، این هم اسپایک ما. در لانگ بارها و اسپایک ها برای تشکیل پیوت باید شما، مثال دارم میگم، الان میریم روی نمودار هم باز بهتر متوجه میشید، براتون باز میکنم. شما باید به اندازه یک ATR، به اندازه در لانگ بارها و اسپایک ها شما باید به اندازه یک ATR بیایید. یعنی این فرض کنید الان این یک لانگ اسپایک نزولیه و میخواد حرکت به صعودی تغییر جهت بده، یک پیوت صعودی داشته باشیم. به اندازه یک ATR میایید بالا. مثال دارم خدمتتون عرض میکنم، فرض کنید اینجا میشه یک ATR. مثال دارم خدمت شما عرض میکنم 50 پپ. مثلا فرض کنید شما میشه اینجا یک ATR، یه دونه ATR. میایید بالا و کندلی که در حرکت صعودی بالای این ATR بیاد و بسته بشه، پیوت ما تشکیل شده. در لانگ بارها هم به همین صورت، یک ATR میایم بالا و یک خط فرضی رو رسم میکنیم در دل کندل و کندلی که بیاد اینجا بالای این خط فرضی ما بسته بشه، پیوت لانگ بار داریم و پیوت اسپایک داریم. خب دوستان عزیزم، یک سری پیوت بیس هم داشتیم که من یک توضیح مختصری خدمت شما عرض بکنم، برای اینکه این میخوام خدمت عرض بکنم چون نکته تکمیلی همین ها هستش. خدمت شما میخوام عرض بکنم دوستان عزیزم، ببینید ما چون از تایم فریم های فرکتالی ضریب 4 استفاده میکنیم، این آموزش ها تماما با همه اون از جلسه اول تا به امروز و جلسه تا آینده که خدمتتون عرض میکنم با هم مرتبط هستن. پس باید با متد
این آموزش هایی که خدمتتون عرض میکنم جلو بیاید و مثلا الان تایم فریم های فرکتالی 4 ما استفاده میکنیم، شما هم باید تایم فریم های فرکتالی 4 استفاده بکنیم. برای اینکه تایم فریم های فرکتالی 4 استفاده میکنیم، اگر زمانی یک جایی مکسی بیشتر از 3 کندل دیدید، یعنی اگر 3 کندل مکس دیدید و کندل 4م حرکت کرد، درسته، اینجا ما یه بیس داریم. ببینید من دارم یک توضیحی در مورد بیس ها میدم، حتما در ذهن خودتون داشته باشید اینها رو، خیلی بهتون کمک میکنه در آینده که به بحث بیس ها میرسیم، خیلی براتون راحت تر قابل درک هستش، چرا که چون اشاره های در این جلسات بهش داریم. ببینید دوستان عزیزم، زمانی که 3 کندل در جا بزنه، ببینید این کندل ها اصلا مهم نیستش، اسپایک خب پیش نمیاد، خب لانگ بار هم پیش نمیاد، ولی اسپینینگ زیاد پیش میاد، مستر کندل یا کندل استاندارد هم زیاد پیش میاد. پس حتما فکر نکنید اینجا باید 3 کندل کوچیک داشته باشید، امکان داره یه مستر کندل سعودی داشته باشید، بعد یه مستر کندل نزولی، دوره بعد یه مستر کندل سعودی که تو دل همدیگه دارن باز و بسته میشن، خب صعود و نزول میکنن. پس اینجا 3 بار اگر 3 کندل در جا زدن دیدید و کندل 4م باز شد، دیگه اون 3 کندلی که ایجاد شد در جا زده بسته شد، اونجا برای ما یک بیس تشکیل میده و این بیس ها خدمتتون عرض کردم 2 حالت حرکت دارن، صعود، نزول. ببینید دوستان این مسائل خیلی مهم هستش، خواهش میکنم با دقت و با تمرکز اینها رو گوش کنید و تمرین کنید و واقعا با تمرکز و فوکوس کامل روی این قضیه بهش نگاه بکنید. ببینید دوستان عزیزم، اگر 3 کندل ما داشته باشیم در جا بزنه، 3 کندل در جا زدن داشته باشیم، حالا روی نمودار هم الان این بحثمون تموم بشه دیگه، شماتیک اون تموم میشه، روی نمودار میخوایم مشاهده بکنیم. 3 کندل در جا زدن اگر ما داشته باشیم، این 3 کندل در جا زدن دیگه برای ما بیس تشکیل میده و پیوت تشکیل نمیده. ما میتونیم دیگه یه بیس پیوت داشته باشیم، یا حرکت صعودی در همجهت یا یه حرکت مخالف داریم. اگر در حرکت صعودی بیس پیوت تشکیل بشه، امکان داره بیس پیوت بشه و حرکت نزولی بشه و امکان داره ادامه دهنده بشه و حرکت صعودی بشه. پس دوستان عزیز، برای اینکه شما یک بیس پیوت نداشته باشین، با یک بیس نداشته باشیم، باید حداقل در کندل سوم، نهایتا در کندل سوم پوشش داده بشه. خب حالا بذارید من این بحث رو یکم براتون باز بکنم، یعنی چی پوشش داده بشه. ببینید الان اینجا شما، برای همین گفتم نکته تکمیلی این هستش، اینجا یک اسپایک دارید، خب ATRش هم کشیدید، اینجا بود ATRش، درسته؟ شما بعد از یک اسپایک و یک لانگ بار گفتیم میخوایم یه پیوتی رو ببینیم تشکیل میشه یا نمیشه. دوستان عزیزم، برای این شما یک ATR رو رسم میکنید، خط فرضیشو. امکان داره تو یک کندل این نتونه خودشو به ATR برسونه، تا یک کندل اگر نتونست، مثلا یک کندل به این صورت داشت، مشکلی نداره. باید نهایتا، یعنی در اکثر مواقع در دومین کندل باید بیاد پوشش بده، یعنی بیاد یکم بالاتر، مثلا با یه حرکت اینطوری پوششش بده. اگر باز پوششش نداد، باید دیگه نهایت در سومین کندل این حرکت ایتیاری رو پوشش بده، بعد اینجا برای ما میشه یک پیوت. اگر بیشتر از 3 کندل شد، یعنی اینجا هم باز نتونست اینو پوشش بده به این صورت، اینجا میشه برای ما یک بیس دیگه. کندل 4می که برای ما باز میشه، مثلا این کندل 4 ما، این برای ما دیگه یک بیس تشکیل داده و ما نمیتونیم یه دیدگاه یک پیوت بهش نگاه بکنیم. یک بیسه که حالا میگم مباحث بیس ها هم بهش میرسیم و امکان داره بیس ها از 2 جهت شروع به حرکت بکنن.
پس دوستان عزیزم تفاوت بیس و پیوت هم خدمتتون عرض کردم. ببینید در همه مواقع ببینید اینجا کامل حذف شده. میبینید که چقدر قشنگ یک پین بار داشتیم و در جهتش حرکت کرده. ولی یه موقعی هم اینجا مثل همین نکته که خدمتتون عرض کردم در یک سری از این مواقع هم در یک کندل بر نمیگرده. امکان داره اون شرایط پیوتی که ما گفتیم مثلا سریعا بعدش اتفاق نیفته. مثلا یه کندل بزنه باز بشه نتونه اون پوششش بده و در دومین کندل پوششش بده. پس این میشه برای ما یک پیوت. یعنی اگر تا 2 کندل و نهایتا در سومین کندل پوشش داد برای ما یک پیوت میده. ولی اگر 3 کندل درجا زدن داشتیم کندل 4م دیگه پیوت نمیتونه برای ما تشکیل بده، یک بیس تشکیل میده که قانون و قواعد خودش رو داره. حتی در کندل های استاندارد گفتیم که خدمت شما گفتیم که 3 کندل شما دارید، درسته؟ گفتیم یک کندل نزولی میاد، یک مستر کندل نزولی میاد. این رو بذارید حالا من اینو یک مستر کندل نزولی میاد، این رو بهمون یه پیوت میده و گفتیم باید این مستر کندل با کندل بعدیش زیرش کلوز بکنه. اینجا هم تقریبا همونه. اگر توی یک کندل بعدی که احتمال زیاد دیگه در اینجا بیشتر در اسپایک ها و لاین بار ها این داستانی که خدمتتون عرض کردم، یعنی همین 2 کندل و 3 کندل یعنی بیس و پیوت ها رو که خدمتتون عرض کردم بیشتر در لاین بار ها و اسپایک ها اتفاق میفته و در مست پیوت های استانداردمون اتفاق نمیفته. ولی تو پیوت های استانداردمون هم صدق میکنه که اگر شما نتونست این مستر کندل رو پوشش بده و زیر این کلوز بکنه، در کندل دوم اجازه داره که باز هم وارد بشه و زیر کندل کلوز بکنه، که اگر این اتفاق باز نیفتاد دیگه بازم تقریبا یک بیسی رو داره برای ما تشکیل میده که تو پیوت های استاندارد خیلی کمتر این اتفاق رخ میده. خب خدمت شما عرض کردیم. بذارید صفحه رو خلوت بکنم. خدمت شما عرض کردیم که پیوت ها باید به چه صورتی تشکیل بشن. شرط اول این بود که 2.5 تا 3 برابر ATR باید حرکت صعودی قبلی داشته باشه. شرط دوم این بود که باید مستر کندل در پیوت های استاندارد باید مستر کندل پوششش بده. و شرط سوم در اسپایک ها و لاین بار ها بود که گفتیم یک خط فرضی رو رسم میکنیم و با یه مستر کندل، باز حالا توی کندل اول گفتیم نشد، توی کندل دوم با یه مستر کندل خط فرضی رو پوشش بده و بالاش کلوز بکنه تا ما تشکیل پیوت داشته باشیم. حالا دوستان عزیزم میخوام خدمت شما عرض بکنم که پیوت ها وقتی که تشکیل میشن، حالا رسیدیم به مبحث این که چجور از پیوت ها استفاده کنیم. پیوت ها زمانی که تشکیل میشن، یعنی شما موقعی که پیوت رو تشخیص میدید، 2 تا کارایی برای ما دارن. یک پیوت، بازم من اینو یه ذره شماتیک خدمتتون عرض بکنم که بریم دیگه برای روی نمودار. وقتی یک پیوت تشکیل میشه برای ما دو تا کارهایی داره این پیوت. شما فرض کنید این پیوت ما تشکیل شده. حالا من طبقم قوانین اومده، مثلا فرض کنید یک پیوت استاندارده، کندل بعدی هم اومده کلوز کرده زیرش، پیوت ما تشکیل شده. پیوت ما 2 تا کارایی داره. اولین کارایش اینه که یک سطح به ما میده و در زمانی که به این سطح برسه ما میتونیم انتظار واکنش داشته باشیم که این پیوت هم الان بهتون جلوتر توضیح میدم که چطوری پیوت ها رو تشخیص بدیم، برای چه تایم فریمی هستش و طبق اون
پیوت طبق اون تایم فریمی که داره مختص به خودش هستش معاملاتمون رو باید انجام بدیم. یعنی باید در همون تایم فریم شکسته بشه و یا برگشت داده بشه. و یک پیوت زمانی که تشکیل میشه در آینده ازش استفاده میکنیم به عنوان یک سطح. ولی بیشتر، یعنی من حالا دارم جلوتر خدمت شما عرض بکنم، یکی از کارایی‌های بسیار مهم و سوددهی که ما ازش استفاده میکنیم که احتمالاً باید در جلسه بعد خدمتتون توضیح بدم این مسئله رو، در زمان تشکیل پیوت ما یک سری سطح در زمان تشکیل، یعنی زمانی که این اتفاق افتاد، ما یک سری سطوح داخلی هم داریم که در زمان تشکیل باهاش معامله میکنیم. یعنی ما یک سطوح بیرونی داریم، یک سطوح داخلی داریم. سطوح بیرونی پیوتمون، سطوح داخلی پیوتمون که در جلسات بعد یک اسمی داره که حالا من برای اینکه یکم حجم سنگین نشه خدمتتون عرض نمی‌کنم. حالا در جلسات بعد با اسم داخلیش هم آشنا میشیم. و این سطوح داخلی برای ما خیلی مهم هستن و خیلی سودده هستن و واقعا بسیار عالی هستن. این سطوح داخلی، ببینید شما وقت از سطوح بیرونیش در آینده میتونید استفاده کنید، ولی از سطوح داخلی در همون لحظه که شما یک پیوت رو تشخیص میدید که تشکیل شده میتونید به راحتی و بسیار عالی وارد معامله بشید. پس پیوت ها برای ما دو کارایی دارن، یک سری سطوح داخلی دارن و یک سطوح خارجی دارن که سطوح خارجیش در آینده ازش استفاده میشه و از سطوح داخلیش در لحظه ازش استفاده میشه. دوستان عذرخواهی میکنم ویدیو استاپ شد، واقعا ببخشید. خب به این مبحث رسیدیم که پیوت ها رو شناسایی کردیم و گفتیم باید ساختار پیوت ها به چه صورت باشه. الان خدمت شما میخوایم عرض بکنیم و مبحثمون این هستش که چطوری تشخیص بدیم هر سطح برای چه تایم فریمی هستش، که این نکته بسیار مهم هستش و ازتون خواهش میکنم با دقت به این بخش ویدیو دقت بکنید و نکته برداری کنید، چون این یک مبحث بسیار مهم هستش. این که شما بتونید تشخیص بدید یک سطح برای چه تایم فریمی هستش و در اون تایم فریم باید شکسته بشه و یا برگشتی داشته باشیم. برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم یک سطح برای چه تایم فریمی هستش، برای مثال مثال همین موج میخوایم بدونیم این موج برای چه تایم فریمی هستش، همین موج نزولی. ببینید دوستان، برای اینکه شما بدونید که یک موج برای چه تایم فریمی هستش، باید اون موج رو اول از همه اندازه گیری کنید. این موج تقریبا 80 پپ هستش. خب در تایم 80 پپمون، در تایم یک ساعته ATR مون رو نگاه میکنیم 18 پپه. گفتیم ما 2.5 تا 3 برابر ATR باید حرکت داشته باشیم حداقل و 3 کندل در یک راستا داشته باشیم و یک پیوت باید یک شکل 7 یا یک شکل 8 رو داشته باشه که خب همونجوری که ملاحظه میکنید مثلا الان اینجا یک شکل 7 رو داریم، یعنی یک پیوت رو داریم. ما تایم فریممون رو دونه به دونه بالا میبریم، یعنی شیفت میکنیم به تایم فریم های بالاترمون تا زمانی که شرایط یک پیوت از بین بره. یعنی انقدر تایم فریم رو بالا میبریم تا یک شرایط یک پیوت از بین بره. وقتی شرایط یک پیوت از بین رفت، تایم فریم قبلش میشه تایم فریم ساختار ما. حالا یعنی چی؟ ببینید الان اینجا اندازه میگیریم، اینجا تقریبا از 7-8 تا کندل تشکیل شده و 80 پپ هستش، 3 برابر ATR مون که 3 تا 18 تا 3 تا 20 تا یا 55 پپ. الان اینجا 80 پپ داریم و خب از 3 برابر ATR حرکت بیشتر داریم. تا اینجا تاییده. 8 تا کندل داریم تا اینجا تاییده. خب پس تو تایم یک ساعته الان تایید داریم.
میریم یه تایم بالاتر. هر تایمی که تایید داد برای ما مهم نیست، میریم یه تایم بالاتر، میریم رو تایم 400. تو تایم 4 ساعته 80 پپ داریم، 2.5 برابر 2.5 تا 3 برابر ATR اون که 45 پپ هستش، 2 برابرش 90 پپ میشه. ولی اینجا حرکتمون 80 پپ، یعنی 2.5 تا 3 برابر ATR تایم فریم اون حرکت نداریم. پس اینجا شرایط پیوتی ما نقص شد و یک تایم فریم برمیگردیم عقب. این تایم فریم برای همین 1 ساعته هستش. به همین راحتی. ببین دوستان، نکته بسیار راحته. به مثلا یه ضرب المثلی هست که میگه معما چون حل گردد آسان شود. این نکته بسیار یک نکته ظریفه، ولی خب بسیار راحت شما میتونید تشخیص بدید. ولی این علمی رو که همین الان شما آموزش دیدید شاید درصد بسیار کمی از معامله‌گران و تحلیلگران در دنیا میدونن و اون درصد کم هم جزو متخصصان این بازار هستش. پس شما همین یک نکته شما رو جزو متخصصان بازار میکنه. این نکته خیلی نکته بسیار مهمی هستش. الان ما به راحتی تشخیص دادیم که این سطح واسه تایم 1 ساعته هستش. چرا؟ چون یه تایم که رفتیم بالاتر دیگه شرایط نقص شد. ببینید 3 کندل رو داریم. حالا 1 2 3 تقریبا 3 کندل رو داریم. در 2 کندل هم گفتیم که در لانگ بارها و اسپایک ها امکان داره که با 1 کندل ایجاد شه، امکان داره با 2 کندل ایجاد شه، امکان داره با 3 کندل ایجاد شه. ولی خب در این مواقع اگر با 2 کندل هم ایجاد میشه باید طول حرکت ایتیاری خودش رو گذرونده باشه، یعنی 2.5 تا 3 برابر. ما اینجا که تقریبا بخوایم بگیم با 3 کندل هم اومده، که در صورتی که این کندل اصلا کندل استانداردی نیستش، 2 کندل استاندارد داریم. ولی حتی بخوایم از کندلمون هم چشم پوشی کنیم و بیایم به اندازه گیری هم برسیم، میبینیم که حتی اندازه گیری هم 82 پپ هستش، 46 پپ. میبینید که در این تایم فریم 46 پپ هستش، 2.46 تا 92 پپ، یعنی 2.5 برابر، یعنی تقریبا حداقل باید 110 پپ حرکت داشته باشیم. ولی خب 80 پپ داریم، پس نقص شد. وقتی که نقص میشه میایم تو تایم همون H1. تایم H1 که ما میشه برای این سطح. این سطح ما برای تایم H1 که ما هستش. درسته؟ پس اگر ما مثلا این تایم و این سطح رو تایم 15 دقیقه مشاهده بکنیم، میدونیم که این سطح برای تایم 15 دقیقه ما نیستش و بر تایم 1 ساعته ما هستش. خب دوستان عزیزم، خدمت شما عرض بکنم که به همین راحتی میتونید تشخیص بدید که 1 ساعت برای چه تایم فریمی هستش. به همین راحتی مثلا 1 سطح دیگه ای رو بخوایم تشخیص بدیم، مثلا این سطح. مثلا این سطح رو یه تایم فریم شیفت میکنیم بالا، اینه اندازه گیری میکنیم 120 پپ، 2 تاش 90 تا، تقریبا 120 پپ. و این سطحمون رو 2.5 برابر ATR خودش رو داره، از چند کندل تشکیل شده. و میدونیم که الان این سطح برای تایم 4 ساعته هستش. پس این سطح برای تایم 1 ساعته بودش. این سطح که حالا به واکنش سطح قبلی خودش بوده، حالا ما کاری به سطح قبلیش نداریم. الان این سطح برای تایم 1 ساعته هستش. این موج برای 1 ساعته هستش، این موج برای تایم 4 ساعته هستش. به همین راحتی میتونید تشخیص بدید. الان من یه تایم فریم شیفت کنم به رو بالا، میبینید که دیگه این شرایط کاملا نقض شده. حتی همین هم میبینید که کامل نقض میشه. 120 پپ، 2 تا 90 پپ، یعنی تقریبا تایم دیلی ما 90 پپ، 2 تا 90 پپ، 180 پپ و اینجا 120 پپ داریم که حتی از دو برابرش هم کمتر هستش و نقض میشه و میشه این تایم برای تایم 4 ساعته. خب ما به صورت کامل الان به راحتی میتونیم تشخیص بدیم هر سطحی برای چه تایم فریمی هستش. حالا میخوایم با هم بریم روی نمودار، یکم پیوت ها رو با هم نگاه بکنیم.
یکم میخوایم با هم پیوت ها رو نگاه بکنیم. مثلا توی همین موجای بازار زیاد از بازار دور نمیشیم. حالا اینجا یک حرکت ساید هستش، از ساید فاصله یکم بگیریم که روی حرکت های بازار بخوایم ببینیم. مثال دارم میگم، همینجا میبینید الان یک حرکت داریم، یک حرکت نزولی داریم. اولین مستر کندل ما که ایجاد شده این هستش که 55 پپ هستش در این تایممون هم. البته دوستان الان ATR اون نسبت به آخرین لحظه هستش، ولی ما یکم از بازار فاصله داریم، به خاطر همین امکان داره در اون زمان ATR اون یکم متفاوت بوده باشه. ولی خب به صورت چشمی میتونیم تشخیص بدیم که یک مستر کندل اینجا داریم. این مستر کندل 1 2 و در سومی اومده تقریبا شکسته شده، در سومین کندلش خارج شده و پوشش داده این رو که گفتیم اگر در سومی شکسته بشه برای ما پیوت محسوب میشه. زمانی که اگر روی چهارمی اومد شکسته میشد یا اگر بخوایم شکست رو روی این کندل تنظیم بکنیم برای ما یک بیس میشه. ولی خب چون روی این کندل اومده شکسته شده برای ما پیوت هستش. یک در کندل بعدی یک برگشت به سطح داخلی پیوت که گفتیم سطوح پیوت ها یک سطح خارجی دارن و یک سطح داخلی دارن که سطح داخلی خیلی برای ما مهمتر هستش و با سطح داخلی خیلی زیبا میتونیم معامله انجام بدیم و سودهای بسیار خوبی رو میتونیم کسب بکنیم. و میبینید که توی این سطح داخلی که حالا در جلسه بعدی با سطوح داخلی و خارجی صحبت میکنیم واکنش نشون داده، نقطه معاملاتی ما و 600 پپ افزایش قیمت داشته که یک سود بسیار عالی رو میتونستیم به دست بیاریم که حالا دوستان عزیزم در آینده با طریقه گذاشتن حد سودها و حد ضررها با هم صحبت میکنیم. هر جلسه الان در این جلسات میخوایم با پیوت ها آشنا بشیم. خب این یک پیوت بود که اومد روی این نقطه. در این پیوت هم میبینید که یک بیسی رو تشکیل داده. اینجا ملاحظه میکنید، ببینید الان اینجا مستر کندل ما، اینجا مستر کندلی نداریم و همه اسپینینگ هستش و بیس هستش و با این کندل شکسته شده بیس ما و با شکسته شدن بیس میتونستیم وارد معامله بشیم و در اینجا سود رو به دست بیاریم. خب دوستان عزیزم رسیدیم اینجا یک لانگ بار داریم. حالا میخوایم پیوت لانگ بار ها رو بگیم. اینجا یک لانگ بار داریم دوستان عزیزم. حالا برای اینکه گفتیم این لانگ بار ها رو بتونیم تشخیص بدیم، ببینید بعد از لانگ بار ما اینجا مستر کندلی نداریم. خب برای اینکه لانگ بار ها رو تشخیص بدیم به اندازه یک ATR میایم، تقریبا میشه 18 تا در این ناحیه، تقریبا میشه در این ناحیه. میبینید که ببینید دوستان اینا همه کلا داریم ما خودمون رندوم بازار زیاد فاصله نگرفتیم و یک کمی گذشته بازار رو داریم با هم قدم به قدم میریم جلو. ببینید اینجا الان ما یک لانگ بار داریم. گفتیم برای لانگ بارها یک ATR میایم بالا، یک خط فرضی رسم میکنیم. با کندل دوم شکسته شده خط فرضی ما و میبینید چقدر زیبا نقطه زنی کرده، برگشته به سطح داخلی پیوت ما که سطح داخلی پیوت ما همین نقطه علامت گذاری شده اون هستش که یک اسمی داره، حالا در آینده باهاش آشنا میشیم، و نقطه معاملاتی ما و یک سود بسیار دلنشین. این هم پیوت لانگ بار ما که حالا میتونست این اسپایک باشه و میتونست این حرکت ما این کندل ما اسپایک باشه و برای اسپایک هم همین رو در نظر میگیریم. دوستان عزیزم حتما باید با سومین کندل نهایتا پوشانده بشه این سطح داخلی ما یا اون نقطه مستر کندل قبلی ما، چون الان اینجا ما مستر کندل نداریم و یک لانگ بار داریم. برای لانگ بارمون یک ATR میایم بالا و ATRمون پوشش داده بشه. ببینید دوستان یک الگویی هم داریم ما به نام الگوی ادامه دهنده که در جلسه قبلی برگشتی ها رو توضیح دادیم. یک الگویی هم داریم به نام الگوی ادامه دهنده. الگوی ادامه دهنده مهم ما چی هستش؟ در تحلیل کلاسیکمون
رایگانمون توضیح دادیم. یه الگوی ادامه دهنده داریم که در مباحث حرفه‌ای هم ازش استفاده میکنیم. 3 سرباز سفید و 3 کلاغ سیاه که با هم مثلا در جهت مخالف وقتی ایجاد میشد در این جهت نزولی، اگر 3 کندل به این صورت ایجاد بشه میتونه یک الگوی ادامه دهنده باشه و همون حرکت نزولی رو ادامه بده. یعنی اون 3 کندل میتونه یک موج اصلاحی باشه. پس ببینید اگر 3 کندل بیشتر ایجاد بشه برای ما یک بیس میشه. امکان داره ادامه دهنده باشه و اگر 3 کندل ببینید درجا بزنه، برای بیشتر از 3 کندل درجا بزنه برای ما بیس میشه که امکان داره ادامه دهنده باشه و امکان داره برگشتی باشه بیس های ما. ولی اگر 3 کندل به این صورت شکل بگیره در جهت مخالف ولی نتونه سطح پیوتی ما یعنی همون مستر کندل ما و یا در اسپایکا و لانگ بارها یک ATR رو برگشت داشته باشه و قبل از یک ATR برگشت داشته باشه، این میشه برای ما یک نشونه ادامه دهنده. برای ما اگر 3 کندل به صورت ساید باشه خب میشه بیس ما. اگر بیشتر از 3 کندل روش یعنی کندل 4 ایجاد شه و 3 کندل قبلش ساید باشه میشه بیس. اگر قبل از 3 کندل باشه یعنی سومین کندل شروع کنه به حرکت و 2 کندل ساید داشته باشیم اب نداره، اون میشه پیوت ما، مشکلی نداره. ولی اگر 3 کندل در جهت مخالف داشتیم ولی نتونست مستر کندل قبل خودش رو یا سطح مشخص کرده در اسپایک ها و لانگ بار ها که یک ATR باید مشخص بکنیم خط فرضیمون رو نتونه پوشش بده، این میشه برای ما یک نشونه برگشتی و خطرناک میشه. پس حتما باید در 2 کندل که میبینید الان در دومین کندل پوشش داده ولی میتونست این هم پوشش نده و در کندل سوم پوشش بده، ولی اگر در کندل سوم هم پوشش نده برای ما خیلی خطرناک میشه و اون پیوت رو نمیتونیم یک پیوت شناسایی بکنیم. خب میبینید که این نقطه رو تشخیص دادیم. در این نقطه هم دوستان اینجا همون حالت CP ما تریدرای به ما رخ داده که در آینده باهاش آشنا میشیم. اینا یک پیوت هایی هستن که پیوت جدید تشکیل میدن و این پیوت جدید ها 3 پیوت جدید که تشکیل بشه تری درایو میشه و میتونه یک حرکت بسیار عالی رو، یه سود بسیار عالی رو به ما بده که این تری درایو ها رو الان فعلا شما واردش نشید، من فقط یک اشاره بهش کردم که شما متوجه بشید. بیشتر در جهت الان میبینید که در این نقطه هم یک بیس داریم. پیوت لانگ بار رو خدمتتون عرض کردیم که چجوری شناسایی بکنیم. الان میبینید سطحش رو مشخص میکنیم، تقریبا سطحش ببینید الان میخوام دقیق اصلا براتون مشخص بکنم. ببینید این نقطه تقریبا اینجا میشه 18 پپ، یعنی تقریبا بالی کم بالای این اینجا میشه اینجا این نقطه. یه لحظه من ببرم دقیق تر بالا. این نقطه میشه نقطه ATR ما که پوشانده شده، برگشته یک واکنش، یک معامله بسیار عالی و لذت بخش و یک سود بسیار عالی و لذت بخش. اینها رو که چجور حد سودا رو مشخص بکنیم عجله نکنید، بهش میرسیم. به راحتی قدم به قدم میشه از بازار سود دریافت کرد. خب در این نقطه هم این که پیوت مستر ما بودش، این هم توضیح دادیم که یک مستر کندل داریم و این مستر کندل در 1 2 سومی شکسته شده و برای ما دیگه بیس تشکیل نمیده و یک پیوت، یک برگشت باید این کندل به داخل داشتیم و صعود نقطه معاملاتی ما. اینجا هم یک بیس پیوت داریم، اینجا یک بیس پیوت داریم. این کندل از بیس پیوت ما خارج شده، در این نقطه وارد معامله میشیم، یک سود بسیار خوب. خب در این حرکت خدمت شما عرض بکنم، اینجا میبینید که یک حرکت داریم که احتمال زیاد این حرکت برای همین تایم فریمه. دوستان عزیزم برای اینکه یک ترفندم بهتون بگم که بتونید به صورت چشمی تشخیص بدید، ببینید اکثرا یک پیوت باید از 3 تا 7 الی 8 کندل تشکیل بشه. اگر دیدید اون پیوتتون از 8 کندل بیشتر هستش، احتمالا برای یک تایم فریم بالاتر شما هستش. این حالا یک
ترفندی هستش که میتونید ازش استفاده کنید برای راحتی کار. شما مثلا این اندازه گیری میکنید، این پیوت 220 تاست، 220 تا تقریبا به این تایم ما نمیخوره. 220 تا آره 220 تا خب به این تایم فریم ما نمیخوره. البته دوستان این تایم فریم ما مختص به زمان حال هست، این ATR ما مختص به زمان حال هستش، ولی در گذشته امکان داره که اینجا ATRش بیشتر بوده باشه و این پیوت ما باشه. خب من تشخیص میدم که این پیوت برای 1 ساعته هستش، در لحظه لایو خودش برای 1 ساعته بوده، ولی خب در اینجا فکر میکنم برای 4 ساعته باشه که اصلا گمش کردیم فکر میکنم. این بودش، آره فکر میکنم اینه. ولی خب اینجا طبق تجربه من این برای 1 ساعته هستش. در تایم 1 ساعته 1.67 پپ مستر کندل داریم. میبینید که اینجا اگر بخوایم به تایم به تریگر به ATR الان نگاه بکنیم، این تقریبا یک اسپایک هستش. خب مسلما خودتون با اسپایک ها آشنا شدید، این یک اسپایک نیستش، یک مستر کندل ما هستش و در کندل دوم اومده مستر کندل ما رو پوشانده و برگشت ما. ببینید نقطه ATR ما، یعنی حالا در نقطه سطح داخلی پیوت ما که در جلسه بعدی بهش میرسیم برگشت نداشته. وقتی برگشت نداشته پس ما معامله هم انجام ندادیم، اومده بازار پایین و زمانی که برگشته ما در این نقطه معامله‌مون رو انجام دادیم و میدونید که بدون ضرر وارد یک سود بسیار عالی شده. پیوت ها رو به همین راحتی میشه تشخیصش داد. یک طرفا بهتون گفتم که تقریبا بین از 3 که خب کمتر از 3 کندل که خب نباید باشه، اگرم باشه باید یک لاین باری باشه تا بشه بهش اکتفا کرد. ولی از 3 تا 8 کندل شما هر سقف و کفی رو میبینید. از 3 تا 8 کندل شما میدونید، الان من میدونم این سقف واسه این تایم فریم نیستش، ولی خب خیلی از دوستان در مباحث عادی میان این سقف رو مشخص میکنن. حالا در آینده بهش نرسیده، ولی اگر در آینده هم بهش برسه روی این سقف میان ترید میکنن در تایم 1 ساعته. در تایم 1 ساعته این سقف رو مشخص کردن و زمانی هم که در تایم 1 ساعته به این سقف میرسن وارد معامله میشن، که به خاطر همین هستش که یک سری از معاملاتشون، یعنی بیشتر معاملاتشون با شکست مواجه میشه. اگرم با شکست مواجه نشه باید استرس زیادی رو تحمل بکنن و صبر بسیار زیادی داشته باشن. به خاطر همین ما به راحتی این تایم فریم رو تشخیص میدیم. این تایم فریم تقریبا اجازه بدین برای 4 ساعته، نه برای 1 روزه نیستش. نگاه کنید این سطح برای 1 روزه نیستش. میبینید که نقضش کرده، هم از لحاظ اول از لحاظ ساختاری هم که همونجوری که یه ذره خلاقیت خودتون داشته باشید میبینید که خب از لحاظ ساخت شکل و شمایلی هم اصلا به یه پیوت نمیخوره. اول که اینا رو دیگه به صورت دیداری و یک حرفه‌ای میتونید نگاه بکنید، ولی از لحاظ دقیقش هم 419 پپ، 3 تا 83 تا 100 تا 300 پپ. خب از لحاظ ATR ساپورت میکنه، یعنی درست از لحاظ ATR، ولی خب شرط کندل ها رو نداره و شرط 7-8 رو نداره و میبینید که با ساختار قبلش یکی شده. یعنی این با ساختار قبلش الان این ساختار در اصل هستش. این کندل برای تایم 4 ساعته هستش. در تایم 4 ساعته هم شما رسمش میکنید و در تایم 4 ساعته منتظر هستید که واکنش داشته باشه. همینجا هم میبینید که چقدر زیبا یک الگوی ستاره صبحگاهی داریم، الگوهای ستاره رو داریم، مستر کندل ها، و بعد یک الگو داریم. این الگو برگشت تایید کرده و در این نقطه مستر کندل قبل. ببینید دوستان زمانی که برای برگشت، در این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، زمانی که شما 3 کندل در یک راستا دارید و یک علامت برگشتی اسپینینگی میبینید یا همون ستاره ای میبینید،
و میبینید بازار مستر ایجاد نکرده و یک اسپینینگ ایجاد کرده. برای اینجا باید چه ترفندی ایجاد بکنید که شما کندل بعدیتون هم نزولی هستش. حالا این کندلی که نزولی هستش باید چه ترفندی ایجاد بکنید؟ خب میگید اینجا که مستر کندل نبوده که پیوت برای ما بشه. خدمت شما عرض کردیم تا 2 کندل هم اگر برای ما مستر کندل ایجاد بکنه میتونه پیوت ما باشه. اگر 3 کندل در جا بزنه بیشتر از کندل 4م که باز بشه برای ما بیس میشه. پس تا قبل 3 کندل میتونه پیوت باشه. یعنی اگر این مستر کندل نبود منتظر این کندل میشیم. این کندل که ایجاد شد یکی از ترفنداش اینه که مستر کندل ما همینه، ولی در زمانی که 2 کندل ایجاد شد یعنی کندل قبلش مستر نبود. ببینید ما گفتیم برای تایید پیوت مثلا فرض کنید اینجا یه پین بار داریم، یه مستر کندل داریم، باید این کندل زیر این مستر کندل نزولی ما بسته میشد. ولی زمانی که زیر این کندل ما مستر نیستش، یه کندل اسپینینگ هستش و حتی یه کندل استاندارد هم نیستش، باید اینجا از ترفند اسپایک ها و لانگ بار ها استفاده کنیم و به اندازه 1 ATR که میشه 46 تا تقریبا توی این ناحیه میشه، باید یک خط فرضی دوباره از های این کندل رسم بکنیم، از های کندلی که نه مستر بوده، برای ما کندل مستری نبوده، از های این 1 ATR پایین میایم، یک خط فرضی رو رسم میکنیم و باید کندل دوممون که مستر کندل باشه این خط فرضی رو پوشش بده و در مرحله بعدی میتونیم اینجا دیگه وارد معامله بشیم و منتظر تایید این نباشیم، یعنی منتظر کندل سوم نباشیم که این مستر کندل رو پوشش بده. ببینید اگر این مستر کندل بود باید منتظر کندل دوم باشید که این مستر کندل رو پوشش بده. اگر مستر کندل هم نبود خود شما یه دونه AT به اندازه 1 ATR پایین میاد، یه خط فرضی رو رسم میکنید و باید کندل دوم توقع داشته باشید که به عنوان مستر کندل این محدوده رو پوشش بده و وارد معامله بشید و یک سود فوق‌العاده عالی که حالا این سودها رو هم نقطه زنی میکنیم که دقیقاً در چه نقطه‌ای از بازار خارج بشیم. این هم مبحث پیوت ها. امیدوارم که استفاده کرده باشید. حتما تمرین کنید، با پشتیبان های خودتون در ارتباط باشید، سوالاتتون رو بپرسید. امیدوارم که بسیار براتون مفید بوده باشه. این جلسه بسیار مهم هستش، لطفاً ازتون خواهش میکنم این جلسه رو 2 بار مشاهده بکنید و نکته برداری کنید و ریزبین باشید در این جلسات و سوالات خودت رو بپرسید. موفق و پیروز و سربلند و شاد باشید. خدا نگهدارتون.